سلام، در برنامه اخباری آزادی خبرهای جهان و تاجیکستان را تقدیم شما میکنیم. امروز 28 دکبر من مومین احمدی در خدمت شما هستم. پیشگفتاری برنامه. در جستجوی کاری بهتر، مهاجران تاجیک میگویند از شرایط کارشان در کره جنوبی راضی‌اند. یک جوانی صاحبکار در کولاب که برای فروش محصولات بی‌صفت از تجارتش محروم می شود میگوید از فشار دادستان به داد آمده است. مالی جریمه کردی، دیلم کردی، نه که چی با دوغی سودی میتی. و سپس درباره نشست در دانشگاه هاروارد آمریکا گزارش می‌دهیم که به سرکوب فعالان بدخشانی در سال 2022 بخشیده شده بود. برنامه را با گزارشی از کار و زندگی مهاجران تاجیک در کره جنوبی آغاز می‌کنیم. چند سال اخیر مهاجران تاجیک در این کشور دوری آسیایی کار می‌جویند. آنها می‌گویند شرایط کارشان به فرق از روسیه بهتر است، اما رسیدن به این کشور برای مهاجران تاجیک آسان نبوده است. زرنگیز نوروزشاه با مهاجران صحبت کرد و با نوار فرستاده آنها این گزارش را تهیه نمود. کار در بیرون درآمدی خوب داشته است. مهاجران تاجیک در کره میگویند در یک ماه تا $2,500 دریافت میکنند. مؤلف این نوار و همراهانش برخی 2 و برخی 5-6 سال پیش برای کار به کره آمدند. روزی کارش $100. $100 یک روز تو ساعت چند کار میکنه؟ 8 تا 50. کره جنوبی کشوری آسیایی دور از تاجیکستان طی سالهای اخیر به مسیر نوی مهاجرت کاری تبدیل می‌یابد. جنگ روسیه در اوکراین و تحریم و افزایش فشارها به مهاجران در این کشور توجه کارجویان تاجیک را به بازار کاری کره تا جای بیشتر کرده است. مهاجران با استفاده از شهروندی روسیه یا روادید سیاحی و آموزشی و یا طریق شرکت‌ها برای کار به این کشور می‌روند. این مردم است، این کوکومپاک. حمیده اسکندر و 5 سال باز در یک آشخانه در شهر ایچخونن کره سرآشپز است. او قبلا در روسیه کار میکرد. میگوید درآمد زنان نسبت به مردان اینجا کمتر است. آنها در کارخانه و زواد و مهمانخانه و زمین‌های کشت کار میکنند. مردم خیلی بسیار میگیرن، اولکشون بسیار است. 2 ماه پیش مقامات تاجیکستان از ارسال نخستین گروه مهاجران برای کاری رسمی موسمی به کره خبر دادند. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی در اساس یک سازشنامه تقریباً 60 کشاورز را به سئول برای کار فرستاد. تاجیکانی که چندین سال است سمت مهاجرت را تغییر داده به این کشور می روند میگویند در مجموع شرایط کار و معاش در کره بهتر از روسیه است. احرار جان باقیف از جمله تاجیکان موفق در این کشور است. سیستم این است که ساعت میخزن و یا خود نفرایی که مثلا کار میکنن ساعت ساعت 4:30-5 میخزن سموچیل نمبر آفیس میروند جای آفیس که اونجا با همون ساعت قطعی آدم رو جمع بست میکنند و با направление با رویه ها جدا نبوده با کار جدا میکنند سفربر میکنند. برخی از تحلیلگران میگویند بازار مهنتی روسیه در 5-7 سال آینده به تدریج نفوذش را از دست میدهد. با گفته آنها کار و زندگی مهاجران در کره از روسیه فرقی زیاد دارد. اما برای کارجویان تاجیک دسترس کردن روادید سفر به کره مشکل است. اکثرا به آنها ویزای 6 ماهه داده می شود. به این دلیل هم مهاجران زیاد در این کشور غیر رسمی کار و زندگی دارند. برنامه را با گزارشی از بحث یک صاحبکار با کارمند دادستانی از جنوب تاجیکستان ادامه میدیم. یک جوان یتیم کل در کولاب که با سختی ها تجارت به راه مانده بود میگوید زیر فشار کارمند دادستانی از یگانه راه درآمد و زندگیش محروم شده است. کارمندان دادستانی او را برای فروش محصولات بی‌صفت جریمه کردند. در آخرین روزهای کاری رستم اودینایف همکارم محمود جان رحمتزاده به دکان او رفت و این گزارش را تهیه کرد. پاسخی صاحبکار رستم اودینایف به مشتریانش چنین است. یکی زود از در بیرون می شود و برخی سبب می پرسند. این صاحبکار کمتر از 1 هفته وقت برای بستن دکانش دارد. از سال 2023 دیگر صاحبکاری نمی کند. او گله دارد. چند بار است که جناب والی
در پیامش تاکید میکنه که صاحبکارا را دستگیری کنه، ضرر نرسونه. خیلی ضرر از پشت یمی کار ما صاحبکاری ما قطع کردم. اینا تا 31 دکبر امی روزی کاری ما همه را خالی کردم. ماه پیش مغازه رستم پر از محصولات خوراکواری بود. او این محصولات را دوباره به شرکت‌های برگرداند که به او برای فروش داده بودند. رستم یتیم کول است و در مکتب اینترنت بزرگ شده است. او تا ساختن تجارتی خرد یک راه سختی را پشت سر کرده است. حالا دیگر صاحبکار نیست، ولی هیچ نقشه برای آینده‌اش هم روی دست ندارد. مالی جریمه مونکادی دیلا مونکادی نه که چی با دوغی سودی میتی صاحبکارا را فرد و فرزنده یا در کجا کار میکنند. رستم اودینایف در شکست تجارتش نماینده دادستان کلاب را گناهکار می‌داند. با ادعای او دادستانی برای یک اشتباهی خرد به آگاهی علیهش پرونده باز کرده است. نماینده دادستانی ادعای اودینایف را رد کرد. او گفت که از مغازه صاحبکار محصولات مهلتش گذشته پیدا کرده است. از تشخیص خلاصه اکسپرتیز برمیاد که همین محصولات خوراکی گرفته شده و از سلامتی انسان خطرناک میباشد. یعنی هم مهلت گذشتگی خیمکت میشه دوخی مردم خوردگی ضرر میبینند. از همین ساعت پرونده جنایتی آغاز کرده شده. مغازه رستم اودینایف در محله باربد شهر کلاب است. او را یک بار دیگر نیز برای فروش محصولاتش تمام شده پرونده کرده بودند. یا میگیم پیشروی کنیم در کار مضرر مکیره رسوندن مجبوریم که بس کنیم کورا. از بالای نماینده دادستانی به دستگاه پرزیدنت ده ها نامه نوشته است. با وجود این دادگاه او را 6000 سومانی جریمه کرده است. این پول را صاحبکار از بانک قرض کرده سپریده است. رستم میگوید اکنون از کار محروم شد که هر ماه به دولت 1000 سومانی انداز میسپرد و زندگی خود و خانواده‌اش را از آن میچرخاند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلاب. بیننده عزیز، به شما خاطر نشان میکنیم که رادیو آزادی برنامه‌های جالب سال نو با شرکت چهره‌های شناخته و سرشناس تهیه کرده است که در روزهای آینده آنها را تقدیم شما میکنیم. حالا یک پاره از این برنامه. سال 2022 سال ترانه‌های نوی نگین امانقلووا و روی صحنه آمدن یاسمین давлатова، جادوگری مهرنگار رستم و متروی سفر محمد و جدایی مبارز عثمانов بود. بوی بارون و دلبر دو نماهنگی نگین امانقلووا و آوازخوان تاجیک تنها در 3 ماه اخیر سربیننده و میانی شنوندگانش محبوب شد. با تمام مردم عزیزم و با تمام فارسی زبان دنیا تمام خوشی زندگی رو تمنا دارم. بگذارین سال نوی میلادی بسیار یک سال نوی خوب باشد و سال آینده نیست برای همه ما سال پربرا رو خوب باشد. حادثه های تابستانی امسال در ولایت مختار کوهستانی بدخشان در داخل تاجیکستان و خارج از آن پر سر و صدا بودند. مقامات تاجیک اعلام کردند که ضد گروه های جنایت پیشه عملیات انجام دادند و در این ولایت ثبات را حفظ کردند. حامیان حقوق و سازمان های بین المللی مقامات تاجیک را برای سرکوب اعتراضگران در بدخشان و تعقیب زادگان بدخشان سخت تنقید کردند. تحلیلگران عملیات مقامات در ولایت مختار بدخشان را خاموش کردن صدای آنها نامیدند که ضد ناعدالتی ها اعتراض می‌کردند. همکارم میرزا نبی خالقزاد در این باره گزارش دارد. سرکوب اعتراضگران در ولایت مختار کوهستانی بدخشان که از شیوه تحقیق کشتار ساکن راشد قلعه گلبدین زیابیکوف در پایان سال 2021 ناراضی بودند، از حادثه های مدهش پایمالشوی حقوق انسان در تاجیکستان در سال 2022 گردید. در حادثه های ماه می 10 نفر کشته و دیگرها بازداشت و به حکم‌های طولانی زندان محکوم شدند. سرکوب اعتراضات در بدخشان و حکم‌های سنگین دادگاهی تلاش حکومت برای ترس دادن همه در کشور است تا که هیچ کس جرأت نکند که حکومت را به چالش کشد. متاسفانه وضع حاضره تاجیکستان این کشور را به ترکمنستان دوم تبدیل می‌دهد. حکومت تاجیکستان با سرکوب‌ها در بدخشان و حبس پیشواهای منطقه چی گفتن می‌خواهد؟ خاموش کردن همه گونه صدای انتقاد و مخالفان به باور محقق امریکایی هدف اساسی و دراز مدت می باشد. واقعا آن چیزی که ما می‌بینیم تلاش پیشگیری از همه گونه مختاریت و مستقلیت از حکومت مرکزی است. در منطقه پامیر وضع در ماه می امسال بسیار پرتنش بود
و ما دیدیم که همه گونه مخالفت احتمالی با شیوه‌های گوناگون سرکوب شد، از کشتار تا حبس و استرداد پامری‌ها از روسیه. همه نشانه‌ها بیانگر آن است که حکومت این معرکه را بس کردنی نیست و در پیشروی انتقال قدرت از امام علی رحمان به پسرش رستم پیش راه همه مخالفت احتمالی بر رژیم گرفته می شود. ولایت مختار کوهستان بدخشان در دوام سالهای استقلالیت بارها مکان ناراضیت ساکنان محلی از دوشنبه بوده است. سال 2012 به اطلاع رسمی 23 نظامی و 21 ملکی کشته شدند. مقامات به درستی عملیات نظامی تاکید میکنند ولی مردم محلی این را یک سرکوب مینامند. با باور تحلیلگرانی که وضع منطقه بدخشان تاجیکستان را در یک محاکمه آنلاینی آخر ماه دکبر در دانشگاه هاروارد بررسی کردند، آنچه که در سال 2022 روی داد از حادثه های سال 2012 بی‌رحم‌تر بود، چون مقامات از احساسات احتمالی جدایی طلبی هراس دارند. میخواهم تاکید کنم که در اعتراضات در بدخشان کوهی هیچ کس و هیچگاه به استقلال طلبی دعوت نکرده است. آنها جدایی طلب نیستند، چون این هدف هم ندارند. من با بسیاری ها از آنجا صحبت کردم و آنها میگویند که راضی هستند که در هیئت تاجیکستان باشند. در حادثه های ماه می معلوم است که خادمان حفظ قانون تشبثکاری خشونت بودند، یعنی آنها واقعا هم به سوی ازدحام تیر کشادند، اول با گاز اشک‌آور، بعد با نارنجک های گیج کننده. همان لحظه چندین کس کشته شد و آنها نه از حساب نظامی ها بلکه از حساب مردم عادی بودند. تنها بعد از آنکه وضعیت دهشتناک شد چند نفر از خادمان حفظ قانون هم کشته شدند. مقامات گفتند در حادثه های خارق و روشن میانه های ماه می 29 نفر کشته شد، ولی جستجوی خبرنگاران رادیو آزادی شمار کشته شده ها در میان ساکنان ملکی را 34 نفر حساب کرده است. حامیان حقوق آمار بازداشت شده ها را جمع آوری می کنند. آنها همه رهبران غیر رسمی را حبس کردند. بسیار پیشواهای جامعه مدنی، ژورنالیستان و حامیان حقوق شناسان و صاحبکاران، ورزشگران و هنرمندان، شاعران و آموزگاران و دانشمندان را گویا 40 کس را شکنجه کردند. ما اینچنین آنها را سند میکنیم که در داخل جمعیت بدخشانی ها اذیت شدند، آنها را که فرار کردند. در بین روسیه و تاجیکستان 500 کس فرار کرده است. من شماری دقیق استرداد شده ها از روسیه به تاجیکستان را نمیدانم. رقم 22 در یادم مانده است. فعال حقوق بشر استیو سوردلوف میگوید آنچه که در بدخشان روی داد جنایت علیه بشریت است که ضد اقلیت قومی روانه شده است. آنچه که ما تابستان مشاهده کردیم بخشی از معرکه اسیمیلیاسیون فرهنگی، سرکوب اعتقادهای دینی و زبانی بود. این همه به جنایت علیه بشریت تاکید می کند. ضرورتی برای اثبات این عقیده نیست که رحمان در تلاش از بین بردن هویت پامری ها است. مری لالار، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حامیان حقوق که ماه دکبر از تاجیکستان دیدن کرد، گفت حقوق بشر در اینجا قربانی مسئله های امنیتی شده است. به باور او در مورد حادثه هایی که در ولایت مختار کوهستان بدخشان شده است باید یک تفتیش مستقلانه و بی‌طرفانه انجام شود. کمیسیون عالی سازمان ملل در امور حقوق آدمان میگوید از شروع جنگ بدلیل روسیه علیه اوکراین نزدیکی 7000 ساکن یا سایشته اوکراین کشته شدند. شماره مجروحان تقریبا 11000 نفر حساب شده است. این سازمان در گزارش گفت که این آمار سنجیده و تصدیق شده است و احتمال شماره واقعی تلفات در میان ساکنان از این هم بیشتر باشد. تعدادی بیشتر قربانیان را در ولایت‌های دونتسک و لوهانسک ثبت کردند. آماری که این اداره سازمان ملل متحد نشر می‌کند در پی سنجش خبرهای رسمی و غیر رسمی، نوار ویدیویی در اینترنت، صحبت با شاهدان و نزدیکان قربانیان و راه‌های دیگر به دست می‌آید. برنامه ما اینجا به پایان رسید، ولی هر ساعت خبرهای نو با عکس و ویدیو را در سامانه رادیو آزادی و صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، یوتیوب و تلگرام و تیک تاک و ادناکلاسنیکی پیگیری کنید. با خبرهای ما روز و روزگاری خوش داده باشید. تا برنامه‌های دیگر، خدا نگهدار.